راسه باغو اینجا گواتمالاست. کسی با کسی شوخی ندارد. به ماده شیر هیچ گونه بیمه بدنی تعلق نمی‌گیرد. ماده شیر گرسنه بوفالوی نونهالی را تحت نظر گرفته و به سمت او یورش می‌برد. اما مادر بچه بوفالو این صحنه را رؤیت کرده و مادر ماده شیر را جلوی چشمانش می‌آورد. ضربات مهلک شاخ بوفالو به قدری سنگین است که شیر بالغ با وزنی بالغ بر 300 کیلو را همچون بچه گربه‌ای که به یویو آویزان شده بالا و پایین بوفالوها آنقدر هم که فکر می‌کردیم گاو نیستند.